جمیل بی، چی دارین میگین؟ لطفاً این کار نکن. همه چی رو میدونم. داری چی کار میکنی ها؟ خودتو کنترل کن. جمیل بی، نگران نباش، من به هیچ کسی هیچ چیزی نمیگم. میدونی که من رازدار خیلی خوبیم. من هیچ وقت راز تو رو فاش نمیکنم. میخوای بگم برات یه صندلی بیارن بشینی؟ نه میخوام برم. نمیشه، خودتو کنترل کن. تا اینجا اومدی نمیشه اجراشو نبینی و بری. نمیتونم، خواهش میکنم. باش، همینطوریش هم همه نگاه ها رو ماه. بیشتر جلب توجه نکن. اجازه بدیم برم، خواهش میکنم. خیلی خوب، هرچی تو بگی، بریم. لامیا کجا؟ من دارم میرم. داری میری؟ چرا؟ همین جوری. لامیا خوبی؟ حالش خوب نیست، سرش درد میکنه. کنان تو برو، من الان میام. آخی چه بد شد. تو بمون. مگه میشه تنها؟ واسه چی بمونم؟ خواهش میکنم تو باش، طوری نمیشه. الان برات دارو پیدا میکنم، میخوری خوب میشه. نه نمیتونم وایسم، میخوام برم. خب پس بریم. مقبوله، خواهش میکنم تو بمون. هنوز مونده تا برنامه شروع بشه. من لامیا رو میرسونم و زود برمیگردم. تنها نیستی باشه؟ باشه. خونه میبینمت. مراقب خودت باش لامیا. ممنون. بیا عزیزم. دارن کجا میرن؟ نمیدونم. واجره یهو رفت. همیشه اینجوری بوده. شبتون بخیر که نام شب شما بخیر. خیلی ممنون، با عزت. گریه نکن لامیا، خواهش میکنم نکن دیگه. الان آرایشت به هم میریزه، زشت میشی. نمیخوام کمال به اینطوری ببینت. پس خودتو کنترل کن. میخوای نریم خونه؟ بریم یه جایی بشینیم و با هم صحبت کنیم. میتونیم یکم راه بریم، هوای آزاد برات خوبه. نظرت چیه؟ خوبه. بس کن دیگه. خوش اومدین. صاحب بی، یه لحظه اگه میشه. الان میام خدمتتون. بفرمایید. این دوتا کجا رفتن؟ لامیا حالش بد شد، جمیل بی بردش برسونتش خونه. چشه؟ بازم حالت تهوع داره؟ با این حالش اومدنش اصلا درست نبود. منظورم لباس نازکشه، حتما سرما خورده. الان برنامه شروع میشه، بفرمایید. شما بفرمایید، من میام. از کجا فهمیدین؟ چه اهمیتی داره از کجا فهمیدم؟ جمیل بی، نمیخوام کنان چیزی بدونه. خواهش میکنم شما هیچی بهش نگی. خواهش میکنم. مطمئن باش من بهش چیزی نمیگم. بهت قول میدم. نه به کنان نه به هیچ کس دیگه ای. به من اعتماد کن. ازتون ممنونم.
خب حالا میخوای چی کار کنی؟ تنهایی میخوای چی کار کنی لامیا؟ همه سختیاشو میدونم. این بچه منه، بچه من. برای حمایت از کنان زیر بار چنین مسئولیتی میری؟ اون به تو رحم نکرد، احساساتتو به بازی گرفت، زندگیتو نابود کرد. اینو میفهمی؟ اون تقصیری نداره. کنان با من صادق بود. منم هیچ توقعی نداشتم، نمیتونستم داشته باشم. خودم خواستم وارد این ماجرا بشم. همه مسئولیتشم میپذیرم. این چه جور دوست داشتنیه؟ من که دوستش ندارم. ما همدیگر رو دوست نداشتیم. مال ما عشق نبود، یه خوشگذرونی ساده. کنان لایق این فداکاری نیست لامیا. اون هرگز لیاقت چنین عشقی رو نداره. چطور میتونی با این همه زخم هنوز سرپا باشی؟ ها؟ شجاعت و مهربونیت آدمو متحیر میکنه. آره، قلب مهربونت، زیباییت آدمو جادو میکنه. تو واقعا زیبایی لامیا. چی کار میکنین؟ جمیل بی، معذرت میخوام، خیلی خیلی معذرت میخوام لامیا. میخوام برم خونه. منو ببرید خونه. لامیا، نمیخواستم ناراحتت کنم. واقعا معذرت میخوام. شبتون بخیر. لامیا چیزی شده؟ مقبوله کجاست؟ مونده اجرا رو ببینه. من یکم حالم بد شد، جمیل بی منو آوردن خونه. چیز مهمی نیست. اونجا که بودیم حالم بد شد، الان بهترم. تموم شد. نگران مقبولم نباشین، جمیل بی شب میرسونتش. من میرم بخوابم. شبتون بخیر. شبتون هم بخیر.
شجاعت و مهربونیت آدمو متحیر میکنه. آره، قلب مهربونت زیباییت آدمو جادو میکنه. تو واقعا زیبایی لامیا. نمیرم کنسرت، برو سمت اسکله. لامیا خوابیده؟ آره. خب کنسرت چطور بود؟ خیلی خوب بود ولی همش تو فکر لامیا بودم. وقتی اومد چطور بود؟ خوب بود. چون جمیل برنگشت گفتم حتما یه اتفاقی افتاده. قرار بود برسونده. تنها اومدی؟ نه، صاحبه منو رسوندن. دستش درد نکن. جمیل بی چه شده؟ اون چرا نیومده کنسرت؟ نمیدونم. اونا کی اومدن؟ خیلی وقته. دیدی وقتی برای یه چیزی ذوق زده میشه خراب میشه؟ امشب ما هم همینطوری شد. اون همه برو بیا حاضر شو، نشد لذتشو ببریم. اشکالی نداره دختر. میدونم. من برم یه سر به لامیا بزنم. اگه خواب بود بیدارش نکن. چشم. لامیا بیا تو. حالا باید قهر کنم؟ منو ول کردی رفتی خواهر؟ نمیدونی چی شده که جمیل بی فهمیده بار دارم. چی؟ حتی میدونه از کنانه. وقتی به هم گفت کم مونده بود بمیرم انگار چاقو رو فرو کردن تو قلبم. جمیل بی اومد پیشت ببینم تنها که نموندی ها؟ نه نیومد. وای لامیا یه چیزی بهت میگم ولی نباید ناراحت شی. چی شده؟ صاحبه هم میدونه تو بارداری. ازم پرسید، بازم حال لامیا به هم خورد. گفت خب چرا با این حالش اومده؟ باورم نمیشه. بعد سعی کرد جمع جورش کنه ولی متوجه شدم که میدونه. مطمئنم میدونه. حالا چی کار کنم؟ اگه به کنان بگن؟ این ماجرا رو نمیشه پنهان کرد. باور کن. جمیل بی قول داده به کسی نگه، ولی اگه صاحب بی به کنان بگه چی؟ نابود میشم. حالا چی کار کنم مقبوله؟ چی کار کنم؟ اگه جمیل بی بخواد میتونه پدرشو متقاعد کنه. بهش میگه که تو نمیخوای کسی چیزی بدونه. وای مقبوله بیچاره شدم. شما بعدش برگشتین خونه؟ اولش حالم خیلی بد بود. رفتیم لب رودخونه. کنسرت چطور بود؟ بی‌نظیر. نمیدونی حسین کنان رو استیج چی کار کرد؟ همه ایستادن و تشویقش کردن. صدای تشویق و دستا ساکت نمیشد، جوری که چند بار رفت دوباره برگشت. حیف شد. کاش تو هم میتونستی ببینیش. شب خیلی خوبی بود. همینطوره. هنوز صدای دست زدن مردم تو گوشم. ممنونم عزیزم، میل ندارم. کنان منم نمیخوام باشه برای بعد. این به سلامتی و موفقیت توی ها. بگیر دیگه.
شما بفرمایین. ما که از کنسرت خیلی لذت بردیم ولی ظاهرا کنان از اجراش راضی نبوده. فکر نمی کنین ممکنه خسته باشن؟ آره خب ساده نیست. استرس اجرا و سوالای خبرنگارا و منم چون فکر میکردم خسته میشی گفتم بیایم خونه، وگرنه دوست داشتم بقیه شب و جای دیگه بگذرونیم. تماشاچی‌ها برای تفریح و خوشگذرونی میان، ولی من روی استیج کارمو انجام میدم. من با اجازهتون مرخص میشم. منم میام. پدر خواهش میکنم بیشتر بمونی. نامیک تو هم همینطور. نمیخوام مزاحمتون بشم جاویدان. از دعوتتون ممنون. بازم به تبریک میگم کنان. خیلی ممنون. خدا نگهدار. شبتون بخیر. شب شما هم بخیر آقا. شب بخیر. تو رو خدا ببخشید خسته است. ایرادی نداره. تو نیا، ما خودمون میریم. منم میرم بخوابم. شب بخیر. شب بخیر خواهر. شب بخیر. این رفتارت اصلاً به هنرمندا نمیاد. برای چی این کاری کردی؟ برای اینکه جلوی پدرم و نامیک کوچیک بشم؟ جاویدان لطفاً تو دیگه شروع نکن. امشب واقعاً شب تو بود. هم توی اجرا هم توی رنجوندن من کاملاً موفق بودی. بهت تبریک میگم. خوش اومدی پدر. اصلا به من فکر میکنی؟ برات مهمه؟ نمیگی پدرم سکته میکنه؟ آخه چرا اینجوری میکنی؟ یه چیزی بگو. برای چی لامیه رو با اون وضع آوردی اونجا؟ بعدش چی شد که بردیش؟ بگو منم بدونم. حرف بزن. دیدم آوردمش، عصبانی شدی، بردمش خونه. یعنی اینقدر به حرف من اهمیت میدی؟ منم باور کردم. چی شده که اینقدر به لامیه توجه میکنی؟ من بهش مدیونم بابا. مثل اینکه یادت رفته خودت این موضوع رو هی بهم میگفتی. خب خیلی دوستش بره کنسرت رو ببینه. واضح به زبون نیاورد ولی خب معلوم بود دیگه. منم گفتم یه لطفی بهش بکنم. پول منو خرج میکنی که لطف کنی؟ لباس شب، لیموزین، آره خب. حالا میگیم لامیه قبول. اون یکی رو چرا مثل دلغک درست کرده بودی ها؟ بازم خودت بودی که گفتی مقبوله و پدرش برام خیلی مهمن. خوب راشو پیدا کردی. خوبه همه چیو بنداز گردن من. نمیتونی منو گول بزنی جمیل. بگو ببینم دنبال چی هستی؟ تو یه منظور خاص داری. چی تو کلته؟ هیچی بابا. ببین منو حواستو جمع کن، دست از پا خطا نکنی. منم تو دردسر ننداز که بد میشه برات. فهمیدی چی میگم؟ این دفعه ازت نمیگذارم جمیل. من میرم بخوابم. شب بخیر. ازت پرسیدم فهمیدی؟
شب بخیر. تو همه چیزم از من گرفتی، منو به خاک سیاه نشوندی. حالا نوبت منه. بیا عزیزم. کنان خواهر بیا. فکر کردم خوابیدی. خوابم نمی برد. دیدم چراغ اتاقت روشنه، فهمیدم تو هم نخوابیدی. نوشیدنی؟ نمیخورم. کنان تو خوشحال نیستی؟ کسی که اون همه براش دست میزنن چطور میتونه خوشحال نباشه عفیفه؟ اجرای خوبی داشتی. کاری کردی که بازم بهت افتخار کنم. ممنون. همه مهموناتم خوب بودن. همه‌شون آدم حسابی بودن. مخصوصا خانمای شیک پوشی که اومده بودن خیلی غافلگیر شدم. تو هم خیلی خوب بودی. ممنون. میگم لباس لامیا رو دیدی؟ کسی ندونه باور نمیکنه یه خدمتکار بوده. عالی بود. فکر کنم جمیل براش گرفته بود مگه نه؟ من خبر ندارم. خیلی صمیمیان. نکنه چیزی بینشونه. به ما چه عفیفه؟ چرا عصبانی میشی؟ کنجکاو شدم همین. نشو. درباره چیزایی که به ما مربوط نیست کنجکاوی نکن. معذرت میخوام. روز سختی بود. اعصابم به هم ریخت. مهم نیست. شب بخیر. عفیفه منو ببخش. صبح بخیر. صبح بخیر. چرا نمیشینی؟ صبر نکنیم کنانم بیاد. من جلسه دارم عزیزم، باید زود برم. باشه. روزنامه ها رو آوردن؟ چشم خانم. بفرمایید خانم. بذار ببینم درباره اجرای دیشب چی نوشتن. چی شده؟ صبح بخیر. صبح. سلام داداش. خبر بدی نوشته؟ خودت ببین. لامیا بازم نقش اوله. تو اخبار کنسرت به جای تو عکس اونو چاپ کردن. اون یکی روزنامه رو میدی؟ در مورد کنسرت هیچی ننوشتن. خب پیداست که مهمونا بیشتر جلب توجه کردن تا خود اجرا. متاسفانه کسی به هنر اونقدر توجه نمیکنه. همه دنبال حاشیه‌ان. کنان جان تو خودتو ناراحت نکن. به نظر ناراحت میام عفیفه.
همینه دیگه. اینم از دختری که اونقدر بهش بها میدادی. شکارچی کوچولوی پول و ثروت. دید نمیتونه بقیه رو گول بزنه، رفت سراغ جمیل. از شیکی و برازندگیش نوشتن. این چه ربطی به حرف تو داره؟ ربطش به نوشته روزنامه ها نیست، به اون چیزایی که دیدم ربط داره. اصلا باورم نمیشه جمیل اینقدر ساده باشه. همه درد لامیا اینه که از یکی بکنه. جمیل چطور حاضره با این دختر جلوی مردم ظاهر بشه؟ معلومه که از بازی کردن رول معصومیت و پاکی خسته شده. حالا نوبت یه رول دیگه است. میخوای صفحه اقتصاد بخونی جاویدان؟ این صفحه بیشتر بهت مربوط میشه. صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ چرا پکری؟ درست نخوابیدم. لامیا بیدار نشده؟ رفته عسل بخره، هوس کرده بود. انگار دیشب خیلی حرف زدین. چراغ اتاقتون دیر خاموش شد. جر و بحثتون شد؟ نه، برای چی بحث کنیم؟ داشتم براش تعریف میکردم. طفلکی نتونست برنامه رو ببینه. خب بشین. قبل از اومدن لامیا میخوام باهات صحبت کنم. بشین. تو و لامیا دوستای خوبی هستی؟ آره. تو در موردش همه چیزو میدونی؟ چیزی از تو پنهان نمیکنه؟ نه، چیو پنهان کنه؟ هرچی میشه به هم میگه. پس یعنی تو یه چیزایی رو از من پنهان میکنی؟ بارداری لامیا راز نیست دخترم. صاحب بی وقتی اومد اینجا همه چیزو به هم گفت. جمیل لامیا رو دیدی؟ چه تیپی زده بود دختره. الو. صبح بخیر. صبح بخیر انیسه. چی کار میکنی؟ هیچ. بدش من. وا، داری چی کار میکنی؟ بیسل بی. ببخشین، شما این؟ من داشتم با نعیمه صحبت میکردم. چیزی شده؟ خیلی ببخشین، گوشی. کاری داشتی؟ میخواستم بگم تنهام، بیا با هم یه قهوه بخوریم. یهو مهربون شدی. ما با هم دوستیم نعیمه. بین دوتا دوست دعوا پیش میاد. دوست ندارم قهر بمونی، بیا دیگه. من کار دارم، تو بیا. خب باشه، پس میبینمت. من دارم میرم. چی گیرت اومد؟ با کوچیک کردن من چی گیرت میاد ویسل؟ معذرت میخوام. متاسفم، دلم واسط میسوزه. اشتباه کردم، ببخشید. ولم کن. با این کارات فقط بینمون فاصله میندازی. برو راحت هم بذار. برو. نعیمه، گفتم برو. برو. چیزی که میترسید سرش اومد.
از اینکه شما بفهمی خیلی وحشت داشت. خیلی براش بد میشه. بالاخره که میفهمیدم دخترم. چند ماه دیگه میتونست پنهان کنه. میخواست قبل از اینکه معلوم بشه بره. دیگه اینجا نمیمونه. تو رو خدا بابا نظر بفهمه میدونی. یه کم دیگه تحمل کن. بذار تا قبل از اینکه یه کار پیدا کنه و جمع و جور شه همینجا بمونه. صاحب بی نمیخواد لامیا بره سر کار. همه جور کمکی هم بهش میکنه. چون اتفاق توی خونه اون افتاده خودشو مسئول میدونه. چه بدبختی بزرگی. دختر بیچاره. بچه کسی که کشته تو شکمشه. بازم چیزی نمیگه؟ شکایتی نمیکنه؟ یه چای دیگه میخواین؟ نه من دارم میرم. لامیاس بابا تو رو خدا به روز نیاری یا میشناسمش بفهمه یه دقیقه اینجا نمیمونه. نگران نباش. چشم. صبح بخیر. سلام. صبح بخیر. دارین میرین؟ شما بخورین نوش جونتون. ای وای دیر کردم. عیب نداره عوضش فردا صبح زودتر میری. حتما. خب دیگه برین صبونتون رو بخورین. باشه خدا. خداحافظ. لامیا یه دقیقه بیا بشین. چی شده؟ بابا میدونه. چیو؟ چی؟ صاحبه بهش گفته. چی میگی مقبوله؟ بدبخت شدم. آبروم پیش بابات رفت. دیگه نمیتونم تو روش نگاه کنم. ولی نمیدونه بچه از کنانه. فکر میکنه بچه اونیه که کشتیش. صاحبه اینطوری بهش گفته. این یعنی اونم همین فکر رو میکنه. این که خیلی خوبه. صاحبه میدونه اون بچه مال راسته نیست. چرا همچین دروغی گفته؟ نمیدونم. اون نمیتونه جلوی دهنشو بگیره. میره میگه. عصبی نشو. اگه به پدرم اینطوری گفته یعنی اونم نمیخواد کسی چیزی بدونه. همینطوره. چون اگه لو بره میونه کنان و جاویدان به هم میخوره. صاحب بیگ همچین چیزی رو نمیخواد. صبح بخیر. صبح بخیر. میشه تو به جای من بری جلسه؟ امروز اصلا انرژیشو ندارم. باشه رئیس. روزنامه رو دیدی؟ آره متاسفانه. بیشتر از این که از کنان بگن از جمیل اون دختره نوشتن. به نظرم دختره خیلی خوشگله. اینطور نیست؟ همش فکر میکنم شبیه یکیه ولی اصلا یادم نمیاد. تو هم مثل بقیه بعداً میفهمی کیه. منظورت چیه؟ هیچی. جلسه داره شروع میشه. باشه الان میرم. الو سونر. جاویدان چطوری؟ ممنونم. دیشب نتونستم بیام کنسرت. اگه زنگ زدی گله کنی یه دقیقه بهم وقت بده تا یه توجیهی چیزی برات بیارم. نه ترس. زنگ زدم یه خبر بهت بدم که به کارت میاد. گوش میدم. میدونی که همه میخوان بدونن دختره که دیشب با جمیل اومده بود کیه؟ راستش منم میخوام بدونم. اتفاقا همین الان دارم تو سایت خبری همون مطلبو میخونم. حالا برو اخبار شب عروسی من و قتلی که همون شب رخ داد و باز کن. چه ربطی داره؟ باز کن و دوتا عکسو بذار کنار هم. یه دقیقه صبر کن الان باز میکنم. صبر میکنم. خب پیداش کردم. باورم نمیشه. این که همونه. لامیا ایلماز، خدمتکار صاحب پاشا، همون که قتل کرده. خب من دیگه کاری ندارم. خبر خوندیم. بقیهش با تو. به کارت برس. مواظب خودتون باشین. میبوسمتون. خداحافظ. بچه ها بودن.
دلم براشون تنگ شده. کی میخوای بری؟ میخوام یه چند روز بمونم و خوب فکر کنم. راستش اوضاع خیلی رو به راه نیست. همیشه بهت گفتم اگه نمیتونی ادامه بدی اصلا مجبور نیستی. بچه ها رو بردار بیا. به همین آسونیا که نیست. نمیشه به همین راحتی زندگی رو به هم زد. بدون هیچ پشتوانه کجا بیام؟ پیش من، پیش برادر بزرگت. کنان، حالا که تنهاییم یه چیزی بگم. ناراحت نشیا، ولی من واسه 2 روز مهمونیم اینجا رو به زور تحمل میکنم. تو این خونه چیزایی هست که معذبم میکنه. جاویدان؟ نه، اون رفتارش واقعا خوبه. این خونه خیلی سرده. چطوری بگم؟ اینجا راحت نیستم. اگه نمیرنجی یه چند روز برم پیش دایی. اونجا یکم استراحت میکنم. منم به همین فکر میکردم. میتونیم با هم بریم. برای جفتمونم خوبه. دایی هم خوشحال میشه. پس برو آماده شو. همین الان؟ آره پاشو دیگه. کنان، اون دختره لامیام اونجاست؟ نمیدونم. بابا مثلا به رود نمیاره لامیا، ناراحت نباش. خب نمیتونم. بابام برگشته؟ کیه؟ لامیا جمیل بی اومدن. مزاحم که نشدن. خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم. سلام. خوش اومدین. مقبوله این مال توه. چرا زحمت کشیدین؟ به خاطر دیشب ازت عذر میخوام. نتونستم وسط اجرا بیام تو، برای همین نیومدم دیگه. ولی باور کن خیلی ناراحت بودم. خواهش میکنم منو ببخش. این چه حرفیه؟ اینم مال تو لامیا. ممنونم. میرم گلا رو بذارم تو آب. چای میخورین؟ قهوهم داریم. ممنون میشم. همین الان میارم. بشینید. لامیا، راستش اومدم از تو عذرخواهی کنم. خواهش میکنم فراموش کنید. فکر کنید دیشب هیچ اتفاقی نیفتاده. بسیار خوب. روزنامه ها رو دیدی؟ نه هنوز ندیدم. مگه چی شده؟ یه نگاهی بکن. مقبوله روزنامه ها کجاست؟ فکر کنم تو آشپزخونه است. بیارشون اینجا. چیزی شده؟ یکم صبر کن. وای! اتفاق بدی افتاده؟ باورم نمیشه. اینجا رو مقبوله. با وجود اون همه آدم عکس ما رو چاپ کردن. یه شب اومدیم بیرون، همه روزنامه‌ها درباره‌تون خبر نوشتن. عکس منم هست این گوشه.